نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیزم، نمازگزاران محترم، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس و شکر و ستایش بهت میگوییم که همه ما و شما رو و این ماه مبارک رمضان و این دهه مغفرت رسونید. پس ببینیم در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سه صفت را میگویند که خداوند جل و علا در هر کسی که باشد خداوند جل و علا او را دوست می‌دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. در اینجا سه صفت را گفتند. پیامبر محبوب آن فرمودند به درستی که خداوند جل و علا بندگانی که دارای این سه صفتند، التقی یعنی متقی لله عز وجل، از خداوند جل و علا در بین مردم و در تنهایی، در تاریکی و در روشنی از خدا می ترسد، در هر معامله خدا را در نظر می گیرد، می داند که خداوند جل و علا او را می بیند، مال حق هیچ کسی را به ناحق نمی خورد، به هیچ کس ظلم نمی کند. تقوا همین است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی درباره تقوا صحبت کردند فرمودند التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، و اشار الى صدره 3 مرات. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ به دلشون 3 بار اشاره کردند که تقوا و پرهیزگاری در قلب است. وقتی ما سوره حجرات رو میخونیم خداوند جل و علا در سوره حجرات میفرماید که بهترین شما ای مردم انسانی هست که تقوا و پرهیزگاریش زیاد است. و تقوا و پرهیزگاری در صورت دیده نمیشود، قسما دیده میشود. هیچ کس نمیداند نزد پروردگار جل و علا کی مرتبه و جایگاهش بلند است. هیچ کسی نمیداند. پس هر کسی که معامله‌اش با پروردگار جل و علا از روی تقوا هست، با بندگان تقوا میکند، با پروردگار تقوا را پیشه میکند، در حقیقت او کامیاب و این صفتی است که خداوند جل و علا او را دوست می‌دارد. الغنی، ثروتمند. پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الغنى لیس بکثرة العرض، الغنى غنى النفس. در اسلام گفتن ثروتمندی اساسی و حقیقی این نیست که انسان مال و جایگاه و طلا یا دیگر دارایی‌های زیادی جمع آورده باشد. الغنى غنى النفس، ثروتمندی حقیقی ثروتمندی ایمان و تقوا است، قناعتمندی است. به هر چیزی که داری خشک است یا تر است، کم است یا زیاد است، با اون قناعتمند باشی، پس تو ثروتمندی. پس تو چی؟ نزد پروردگار جل و علا همون غنا یا همون ثروتمندی در تو دیده می شود. و این صفتی است که خداوند جل و علا دوست می‌دارد. الخفی یعنی چی؟ الخفی چیزی پنهان میکند. چی رو پنهان میکند؟ نیکی‌هایش رو پنهان میکند، صدقاتش رو پنهان میکند، خوبی‌هایش رو پنهان میکند، نمازهای نافله‌اش رو پنهان میکند. این است وقتی که در چی میخونیم؟ حدیث قدسی است که 7 گروه در زیر سایه رحمت پروردگار جل و علا قرار میگیرند. یکی از آنها انسان‌هایی است که به دست راست می‌دهند، نیکی میکنند، دست چپشان نمیفهمد. و دست راستشان چنان نیکی میکنند که دست چپشان نمیفهمد. یعنی بعد از که نیکی کردند، صدقات کردند، طعام دادند، آن را آشکار نمیکنند، ریا نمیکنند، ریا نمیکنند. و یکی از دوستان مصاحبه داشتیم، پرسیدند که طعام میدهند، 2 صورت میگیرند، دیگر میکنند. در بعضی حالت‌ها اجازت هست که روی همون انسان گیرنده پوشیده باشد، دیده نشود، به عزت نفسش نرسد. وقتی از تو گرفت یک چیزی را خرسند شد، 2 دقیقه پس خودش را در شبکه اجتماعی نبیند و خجالت نشود. این است. و این هم سبب می شود که چی؟ یکی از خوبی های این در شبکه اجتماعی گذاشتن این است که همون مهر و محبت زنده کردن همین سخاوتمندی و بخشیدن و خرسند کردن
در دل مؤمنان. وقتی یک انسان دیگر میبیند از همون عبرت میگیرد، درسش میشود، خوب است به هر حال. اما آن چیزی که پوشیده میشود باید از خودمون بپرسیم آیا عملی داریم که بین خودمون و خدا هست. و در اخیر دعا میکنیم خداوند جل و علا همه ما و شما را به این سه صفتی که خدا دوست می‌دارد به همه ما نصیب گرداند. خداوند جل و علا گذشتگان ما و شما را رحمت مغفرت گرداند، در این دهه مغفرت دعاهای ما و شما را اجابت فرماید. استقلالیت، امنیت و ثبات و پیشروی دینی و دنیوی این ملت، این سرزمین را همیشگی گرداند. خداوند در تمام سرزمین‌های مسلمانان امن و امنیت را همیشگی بگردان. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.